عبرتهای دنیا این است که آدمی همین که به آرزوی خیش نزدیک می‌گردد اجل از راه می‌رسد و رشته آن را می‌برد. از این رو نه آرزویی برآورده می‌گردد و نه آرزومندی به حال خود وانهاده می‌شود. شگفتا، شادی دنیا چقدر فریب گستر و سیراب کردنش چقدر تشنگی آور و پرنده سایش چقدر آتشین بال و پر است. نه آیندهش را میتوان نپذیرفت و نه گذشتهش را میتوان بازگرداند. شگفتا، چقدر فاصله یک زنده برای پیوستن به مردگان کم و چقدر فاصله یک مرده از زنده هایی که از آنان جدا شده زیاد است. بیگمان هیچ چیز از بدی بدتر نیست جز کیفر آن بدی و هیچ چیز از خوبی خوبتر نیست مگر پاداش آن خوبی. اهمیت شنیدن هر چیزی از دنیا از دیدن آن بیشتر و اهمیت دیدن هر چیزی از آخرت از شنیدن آن بیشتر است. بنابراین باید شنیدن از این جهان شما را از دیدن این و خبر یافتن از جهان نادیده از دیدن آن بسنده کند و بدانید که هرچه از دنیا کم و به توشه آخرت افزوده شود بهتر از آن است که از آخرت کم و به دنیا افزوده گردد. بسا کسا که از این کم سود برد و بسا کسا که از آن زیاد زیان دید.